سلام و وقت بخیر. حکومت افغانستان میگوید یگانه راه صلح پایدار انتقال قدرت از طریق انتخابات میباشد. وحید عمر مشاور رئیس جمهور میگوید هر کسی که نیت صلح را دارد باید خشونت را کاهش دهد. روسیه از امریکا خواسته تا در وقت معین از افغانستان خارج شود. زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان گفت نتیجه نشست مسکو قابل رضایت بوده و پروسه صلح افغانستان را تازه کرده است. اتحادیه اروپا می‌خواهد همکاری‌هایش در پروسه صلح افغانستان را با آمریکا افزایش دهد. وان برنت نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید افغان‌ها از جنگ خسته شده‌اند. ایران از سخنان محمد اشرف غنی در مورد آب استقبال کرد. خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک کنفرانس خبری میگوید ایران بر اساس تفاهم سال 1351 در آب هلمند حق دارد و حکومت افغانستان متحد بر آن است. و یک طرح حمله بر پوهنتون کابل بازداشت شد. مقامات محلی گفتند فرد بازداشت شده عضو گروه داعش میباشد و با رهبران خارجی این گروه نیز در تماس بود.